این مفهوم رو بنده اینجا دارم یا باید بکشم. خب بچه ها توجه بفرمایید. گفتم میخوام موضوع ترکیب بندی و تناسبات رو بهتون توضیح بدم. طبق معمول همیشه من زمانی که میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم اولین کاری که میکنم میرم سراغ معنای لغتیش. مثلا خود لغتش یعنی چی. خیلی بچه‌ها مهمه ما بدونیم هر چیزی که استفاده می‌کنیم معنیش چیه. مثلا می‌بینی اون چیزایی که به چشمون نمیاد معانی خیلی عمیق و جالبی دارن در خود لفظ، در خود کلمش. ببینیم اول این چه اتفاقی میفته. بچه‌ها ما داستانی داریم به نام ترکیب بندی. یه چیزی بهتون بگم راجع به اسکیس. این که نوشتم شما گفتم فکر کنم. بچه‌ها میخواین اینجوری بنویسین، قلمبه بنویسین. قدشو بلند کنین، اینجوری ایناشو کوتاه کنین. ترکیب ببین تناسبات رو چجوری می‌نویسن؟ نمیدونم چرا یاد تناسبات. قلمبه نویسی بهش میگه. آرتیستی تر بشه اینجوری. یه تمرینش ربطی هم به نما نداشت، اسکیس یاد بگیر. حتی به نما بی ارتباط نیست، بعدا متوجه میشید تو تناسبات چی کار میکنه. خب بچه‌ها ترکیب بندی و فرنگی‌ها بهش میگن چی؟ همون که گفتیم کامپوزیشن. به تناسبات میگن پروپورشن. بچه‌ها کدومش اوله؟ کدوم یکی از اون یکی مهمتر؟ کدومش بعد از اون یکی میاد؟ اینا با هم نیستن. یکی بعد از اون میاد. به نظرم اول ترکیب بندی میاد بعد تناسب. اول ترکیب بندی میاد بعد تناسب. همتون باید نظر بدین به شرط اینکه وقتی که نظر دادین در رابطه با معنای ترکیب بندی و معنای تناسبات هم صحبت بکنید. حالا میتونین یه بار دیگه فرصت یه ادیت دارین. کی صحبت میکنه اول؟ میتونی الان شما اول بشین. نه بتونید من ایده بگیرم. بهتر نشه اینو گذاشتم. چرا؟ اصلا خنک شد. خب بگین کی میگه؟ خانم بهادر خیزو برداشت که میکروفون رو بزنه. استاد تناسبات مثلا اگر ما چند تا بخش داشته باشیم یک بخشش تناسبات میاد وسط، بعد نسبت ما مثلا 1:2 یا 1:3، بعد ترکیب بندی اون تناسبات رو با هم جمع میکنیم به اون میگه ترکیب بندی. فکر کنم نمیدونم. نزدیک شدی خیلی. تناسبات یعنی چی؟ نسبت چیزی با چیز دیگری سنجیده میشه. یعنی چی؟ مقایسه کردن. نسبت داشتن یعنی چی؟ یه جوری با هم دیگه ترکیبشون میکنیم، یه فامیلی درش. استاد ببخشید. نزدیک شدی. این حرف تو داشته باش. خب بفرم. تازه یادم اومد. فکر کنم تو قدیم اون پیمانه اون مدلی فکر کنم معنی میده. الان میگن تناسبات. آره. قبلا میگفتم مثلا پیمون که اندازه نبود، مثلا یه چیزی رو نسبت به یه چیز دیگه میسنجیدن، میگفتن پیمون دیگه. فکر کنم تناسبات. ببین من بهتون فشار میارم در از توی موضوع. مثلا شما یه چیزی میگی ببین همون دست و پا هست دارین سرکله میزنی، من بهتون فشار بیشتر میارم. بچه‌ها وقتی ما با هم صحبت میکنیم یه سری مفاهیمی از بین حرفامون در میاد. صحبت برای همین میگم بچه‌ها حرف بزنید. میشه من سوال میپرسم. یه تعریف خیلی جالبی داره بچه‌ها جنکس که کارای گری رو معرفی میکنه در اصل. آره مرسی. جنکس میگه جنکس جز تئوریسین‌های پست مدرنیسمه. میاد حرف خیلی جالبی میزنه بهادر. میگه که من زمانی که پست مدرن رو در از تعریف کردم یا مطرح کردم خودم واقعا نمیدونستم پست مدرن دقیقاً چیه.
گفت زمانی که مصاحبه ها شروع شد، نوشتن ها شروع شد و پرسش و پاسخ ها شروع شد، تازه فهمیدم پست مدرن معنی واقعی کلمه یعنی چی. این خیلی حرف مهمیه، بسیار حرف ظریفیه. حالا اونا تو فرهنگشون این به قول معروف آزادگی رو دارن که اینجوری بیان کنن. حالا تو فرهنگ ما این حرفو بزنی اوه نمیدونستی چیه فلان معنی نمیدونستی چیه. اونا این حالت رو دارن فرهنگشون که اینو بیان کنن. اون میخواست از تاثیر دیالوگ بگه، یعنی دیالوگ در بست و در تعریف مفاهیم چه تأثیری داره. حالا اینکه من ازتون میپرسم وقتی شما میگین اون تعریف در ذهن من هم هی چی میشه؟ گسترده‌تر میشه. یعنی در ذهن شما و من به شما، شما به من، هی اینا داریم با همدیگه رشد میکنیم، یه تعاریف دیگری پیدا میکنیم. خب حالا اینجا نگاه کن، مگه آقا نسبت الان مثلا خواهیم کردیم آقا اینا نسبت به همدیگه، مثلا من پرسیدم نسبت یعنی چی؟ میگه آقا این با این یارو نسبت داره، یعنی چی؟ سنخیت داره، یه ریشه های مشترکی دارن. بچه تناسب میگیم نسبت. بچه مثلا نسبت 1:4 یعنی چی؟ یعنی یک قسمت از اون 4 قسمت. آفرین، یعنی یه قسمتی از اون 4 قسمته داره اتفاق میفته. بهادر اومد گفت پیمون، این دقیقا معنای پیمون رو میده. بچه بهش میگن پیمونش یکیه که چند تا شده؟ ضرب در 4 شده. بچه خارجی ها به این پیمون میگن مادول. اونا خوب برندینگش کردن شده مادول. ما میگیم طراحی مادولار یا ماجولار. ما بهش میگفتیم پیمون. مال ما انگار به نظر اونقدر با کلاس نمیاد مثل این که، ولی مال اونا با کلاسه، چون خودمون روش برندینگش کار نکردیم، خوب تجاری سازیش نکردیم که خریدار پیدا کنه. پیمون، مادول همینه، نسبت داشتن. بچه نسبت داشتن من ساعت پیش یه توضیحی دادم دربارش، به این معنیه که وقتی یه چیزی رو برمیداری یکی صداش در بیاد، یعنی اینا همه با هم فامیلن. پسر عموت چه نسبتی داره با شما؟ قطعی از عموته که عموت هم قطعی از بابا بزرگت. بابا بزرگت تقسیم بندی شده بابات، تو شدی بابات، یعنی بابات شده تو. دیدین نسبتش اینجوری هر کدوم با هم دیگه به یک خطی. مثلا پسر عمود با دختر خالت ارتباطش چیه؟ تقریبا محوه. چون که بخوای دوباره برگردی به بابات و از بابات به خودت برگردی، با دختر خالت ارتباطت نداره دیگه. درسته؟ درسته؟ میدونم خیلی پیچیده است ولی در حال همچین موضوعی وجود داره، غیر قابل انکاره. گرفتی؟ پس این داستان تناسبات و مادول و این حرفا داستانش از این قراره. پس نسبت داشتن یعنی یک چیزی از یک چیز دیگری نشأت بگیره، که میخوام راجع به موضوع مفصل صحبت کنیم. حالا بچه‌ها ترکیب بندی یعنی چی؟ حالا الان بهادر میتونه تعریف بهتری راجبش بگه. حالا ترکیب بندی یعنی چی؟ گفتی یا درست هم گفتی. حالا یه بار دیگه بگو، یعنی با چیزایی که الان تو این چند دقیقه گفتی بگو. میخوام بریم تو راه رو هستن که رسش بهادر بگو. استاد این مادول هایی که شما گفتید حالا کنار هم ترکیب کنیم با یه چیز نهایی کنیم. باریکن. حالا چجوری ترکیبشون بکنیم؟ نسبت ها رو در کلیت با هم دیگه وقتی ترکیب، آفرین، این نشون میده شما اول باید تناسبات رو حفظ بکنی، بعد از اینکه تناسبات رو حفظ کردی بری سراغ ترکیب بندی. کاملا عکس موضوع، یعنی ترکیب بندی اول نیست، اول تناسبات بعدن ترکیب بندی اتفاق میفته که الان با هم دیگه روی یکی دو تا ساختمون چیکار می‌کنیم؟ انجامش میدیم. بعد می‌تونید ساختمون مثال بزنید چون برای من قابل درک نبود که اول تناسب درست. الان براتون استفاده می‌کنم روی ساختمون. آسون بود تا اینجاش؟ بله. خودت چیز کن. الان باز کنم. توی این یا این کدوم؟ اون. خیلی ممنون. بعد
پس بچه‌ها ترکیب بندی به عبارتی باید اینجوری بگیم نحوه بست دادن تناسبات. تناسبات تحت چه شرایطی بست داده بشن، مبسوط بشن. این خیلی مطلب مهمی. پس اون چیزی که ابتدا باید در نظر بگیریم بحث تناسباته. حالا چجوری اتفاق میفته؟ بچه‌ها چیزی که شما تو این چند دقیقه یاد میگیرین جان کار چیه؟ طراحیه. میخواین جان طراحی رو یاد بگیرید. حالا خانم مهندس ما مثال بزنم براتون در رابطه با اینکه اصالتاً اینها تو ساختمون چجوری استفاده میشه، یعنی من به عنوان طراح تو ساختمون چجوری ازش استفاده کنم. بریم با هم یه چیزی رو بگیم. ملاحظه بفرمایید فرض بفرمایید ما یه ساختمونی داریم به این شکل. اینجوری. خانم از خدا رباطتون بیامرزه. این و این. اینجا و اینجا. درسته؟ این نمای ماست. من هم سه بعدی میکشم که با هم یه بخره اینم داشته باشیم. اینجا این هست. نمیدونم. نه اونجا خیلی خطری. دست شما دارم. خیلی ممنون. بذاریم میستیم. خب ببخش بچه ما اینجا دوست داشتیم شما تعارف کنیم ولی سوالمون بسته است. ان شاءالله حضوری تشریفی. اینجا بهادر تو چون گفتی اعلام هم کردی حضوری میخوای بیای ما پیش به تو تعارف میکنیم. بچه فرض بفرمایید یه ساختمونی ما داریم، یه ستون گذاری هم برای خودش داره، مثلا اینا تیراشن کلاه و دال و تشکیلات و اینا و یه سری ستونهایی داریم که هیچ ربطی به تناسباتی که ما مد نظرمون بوده نداره. این خیلی مطلب مهمه و تو نما ما به شدت با این موضوع مواجه میشیم. یعنی ما با یک چیزهایی مواجهیم که هیچ ارتباطی با اون چیزهایی که ما قرار بوده ازش استفاده کنیم نداره. اینا مثل این کار بیا این شکلی هیچ مثلا چرا؟ چون اینا رو کی تعریف کرده؟ کاربری تعریف کرده. مثلا دهنه پارکینگ ها این ستون ها رو تعریف کرده یا سازه تعریف کرده یا مثلا جزئیات معماری قوانین اینا رو تعریف کرده. ما بر مبنای تناسبات و ترکیب بندی این ستون گذاری ها که انجام ندادیم که مثلا از اینجا تا اینجا هست فرض بفرمایید چه میدونم 5 متر و 80 از اینجا تا اینجا هست 8 متر و 10 هیچ ربطی هم به هم ندارن. هرچی شما دو تا 4 تا میکنی با هم دیگه میای تناسبات طلایی، نقره‌ای، بنفش هر اسمی روش بذاری هرچی بین ببندی میبینی هیچ مثلا ربطی هم به هم دیگه نداره. حالا بریم برای این موضوع شروع کنیم به ترکیب بندی در اصل انتخاب کردن ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینا پاک میکنم نسبت رو. خوب ملاحظه بفهمیم ببینیم چی کار میکنیم چه کلکی میزنیم بهش. بچه‌ها اگر من بذار اینجوری اول بگم بهتون، اگر من یه سطح خالی داشته باشم مثلا فرض بفرمایید یه صفحه عادی ساختمون که فعلا ستون بوتون روش خبری نیست میخوام براش باز این یه نماه اینم یه بابای اینجا وایساده یعنی که مقیاس رو درک می‌کنیم من میخوام برای این نما در و پنجره و بازشو بذارم ببینیم چی کارش میکنه. اولین درسمون رو تو ترکیب بندی یاد بگیریم. آقا ما مگه دنبال اون گله تو کلاس نما میگفتم ما یه دنبال یه گلی هستیم بذاریم وسط میز که باهاش یه کاری بکنیم یعنی حرف اولیه رو بذاریم. اینم همین. میگم اگر خواستی حرف اولیه رو توی طراحی نما بندازی قوی ترین چیزی که میتونی روش مانور بدی بچه ترکیبات ستاییه بسیار قویه. ترکیب بندی ستایی بچه به قدرت تاریخ مفاهیمی که در تاریخ از مفاهیم ستایی اتفاق میفته چی هست؟
تثلیث دیگه چی هست؟ اون تثلیث شاید که قوی تریناش. دیگه ما ستایی چی داریم؟ 1 2 3 میشماریم میگیم 1 2 3 سه دری. نه یه ذره ریشه ای تر. سه دری منظورم معماری نیست، کلی دارم میگم. مفاهیمی که وابسته به سه وجهه. مثلث آتش مثلا چون میگم بچه‌ها یه شاه 2 تا وزیر و دستیار در کنار دستش، این خیلی مهمه. خونه‌ای که اینجوری اتفاق میفته، کوه، یه مثلث، خیلی ترکیب بندی قویه چون یک مرکزی داره و این فضای متمرکز خیلی مهمه. یه پرانتز باز بکنم، تو دانشگاه بچه‌ها به ما یاد دادن، کار اشتباهی هم کردن، به ما یاد دادن که طراحی قرینه کار بدیه. چرا من میگم کار اشتباهی کردن؟ میخواستن اونا نیتشون این بوده که به ما ترکیب بندی یاد بدن. وقتی شما یه طراحی قرینه میکنی چشو قفل میکنه. تو طراحی قرینه شما متمرکز بر فضای محوری میانه میشی و دیگه چیزی به نام ترکیب بندی که فلو کنه، جریان پیدا بکنه، این بری بیای، دیگه بی‌معنی میشه. متمرکز میشی به اون و کیپ میشه. هر کی میخواد تکون، چون این ور میخواد تکون بدی کی صداش در میاد؟ رفیقش اون وره، چون همه به هم دیگه وصلن. یا مثلا ترکیب بندی فرش، نقش فرش، اینو تکون بدی این ور صداش در میاد، بعد تازه این هم صداش در میاد چون محورش 2 جهت هست دیگه، عمودی افقیه. هر کی دست میزنی اوه این خودش نیست، برابرش اونور فامیل داره، نمیشه دست است. پس رو ترکیب بندی ستایی خیلی مانور میدن. میگی ستایی کار نکردی باید فرد کار کنی، 5 تایی باید کار کنی، 7 تایی باید کار کنی، 11 تایی باید کار کنی. بچه اینجا حالا واقفی اینجا 3 دری و 5 دری و 7 دری معنی میده. اینا حتما باید تعدادشون فرد بشه. چرا باید فرد باشه بچه ها؟ چون وسط داره. بچه ها وسط یعنی معلومه رئیس کیه. هیچ وقت رئیس گوشه وای نمیسه. هیچ وقت رئیس وزنشو با بغلی یکی نمیکنه. تو دنیای کلاسیک شما هیچ وقت بین 2 نفر تقسیم نمی کنی ریاستو. با 2 تا موضوع حل نمیشه، باید 3 تا باشن، یکی رئیس باشه 2 تا باشن دستیارش. پس به سمت فرد میری. این نکته مهم. حالا که به سمت فرد رفتی، اگر شما بیای مثلا فرض بفرمایید میخوای یه میله بذاری تو این نماد، اگر بیای اینجا میله رو بذاری، فکر کن میخوای بازشو، یه میله، یه حفره اینجا گذاشتی. بچه خوب توجه کنی، الان وقتی اینجا میذاری اگر میله ها رو به سمت راست یا چپ متمرکز کنی صداشون در میاد. چرا؟ این میاد میگه آقا من از اینجا تا اینجا دیمترم، از اینجا تا اینجا 2 دیمترم. آها اوکی ببخش من فکر کردم که شما الکی هست. میگه نه خیر ما حساب کتاب داریم. نه تنها این، بلکه اگر بخوای با ارتفاعش هم بازی بکنی، میاد میگه ببین با ما شوخی نکن، من از اینجا تا اینجا h مترم، از اینجا تا اینجا 2 h مترم. پس بچه این میله در یک جایی قرار گرفت که از نظر هندسه و از نظر ریاضی و از نظر 2 تا 4 تا همه جوره جاش کیپه. من نمیتونم جا بجاش کنم. میگه ببین اگه میخوای جا بجاش بکنی، میخوای برات بیارمش اینجا، الان چقدر شد؟ این شد h متر، این شد چند؟ 2 h متر. اگر شما بیای فقط 2 تا شکاف این شکلی تو این نما ایجاد کنی با این فرمولی که من میگم، مشکل حل. شما بر مبنای چی عمل کردی؟ تناسبات، پروپورشن رو رعایت کردی. و جالبیش به اینه در یه ساختار کاملا چی انجام دادی این کارو؟ قرینه. ساختار قرینه ایه، ولی طراحیت الزاماً قرینه نیست.
این بچه این حرفیه که تو طراحی ویلا میخوام بهتون یاد بدم. ببین چجوری من پاس میدم مفاهیم بنیادیش با هم دیگه یکی هن. اینا با هم دیگه یه خط رو در اصل طی میکنن. در یک ساختار کاملا قرینه تناسبات متفاوتی با هم دیگه میدن و اینا با هم دیگه فامیل دارن. اینو داشتی؟ حالا دفعه بعد اینجا رو نگاه کن. دفعه بعد میام همینو به این شکل میگیرم. دفعه بعد میام این کار رو انجام میدم باش. میگم ببین بیا 5 قسمتیش کنیم. باش. اینجوری. بچه دلیلی نداره مثلا اگر من طول رو دارم 5 قسمتی میکنم عرض رو هم 5 قسمتی بکنم. شما میتونی از اینا به صورت ترکیبی استفاده کنی. گفتم بهترین حالتش 3 قسمتیه. بچه تنها عددی که در تناسبات تو این حالت میتونی با اینا رفیقش کنی و زوجه عدد 2. 2 تساوی ایجاد میکنه. میگه نصفش مال من نصفش مال تو. 50 50 50 مال من 50 مال تو. هیچ کس هم ظاهرا دعواش نمیشه. خب فقط عدد 2 میتونه با این ترکیب بشه. اگر عدد زوج رو در تقسیم بندی هاتون وارد بکنید به جای تمرکز بر فضای میانی داری برعکس یک بافت یک نواخت ایجاد میکنی که رد میکنه همه چی رو. که الان براتون یه مثال خیلی جذاب میزنم اینو متوجه میشین. اینجا رو داریم. پس میگم آقا بیا اینجا یه چیز دیگه بچین. میگم بازم بیا ترکیب بندی ستایی کن تو حالت ارتفاع. حالا بیا به من بازشو بده. خوب توجه کن. میخوام بازشو بهش بدم. میگم ببین بیا بازشو من اینجوری بده. این در رو بذار اینجا. در الان چندم شد؟ 1/5 شد. ارتفاع چقدر شد؟ 2/3. این طرف چقدر تناسب داره؟ این طرف چقدر؟ میگیم آقا این 1/3 در 1/3 این وسط. الان اینجوریه. این دره اینجوری اتفاق افتاده. دی فاصله بین دی اندازه پنجره دی این بغل دی ارتفاع h تا اینجا اوکیه؟ ظاهرا مشکل نداری باشه. اوکی؟ بذار من اینا رو جمع کنم توی صفحه. حالا اینجا رو نگاه کن. حالا بچه دفعه بعد میگه آقا این که خیلی دیگه یک نواخت شد. میگم درست. میگه یه ذره متنوع ترش کنیم. بریم یه ذره متنوع ترش کنیم بریم چجوری. میگم من میخوام این دره رو یه ذره بزرگترش کنم. درسته؟ یه ذره دره رو بزرگتر کنیم. میگم چقدر میخوای بیای بیرون؟ میگه حالا بیا ببینیم چی میشه. نه ببینیم چی میشه نداره. اینجا همه چی چیه؟ حساب داره. هر کی با هر کی چیه؟ فامیله. پس تو نمیتونی این وسط یه کاری بکنی که این روابط فامیلی اینا به هم بریزه. میگه خب چیکار باید بکنیم؟ میگم برو بگرد ببین میتونی با کدومشون فامیل بشی. من میام اینجوری حساب میکنم. میگم ببین تو 5 تایی تقسیم کردی. من گفتی که با فرد میتونیم این کارو بکنیم دیگه. یا فقط تنها زوجمون چی بود؟ 2 بود. میگم ببین بیا این کارو بکن. میخوای دره رو ارزشو بیشتر بکنی؟ بیا این فاصله این مابین اینا هست که 1/5 یا نصفش کن یا 3 قسمتیش کن. بیا 3 قسمتیش کن. بذار من پوستی بندازم روش. میگم بیا اینو 3 قسمتیش کن. این دره رو به اندازه 1/3 بزرگش کن. باش. دره رو 1/3 بزرگش. الان بچه‌ها این فاصله بین این پنجره و این دره با هم فامیلن از اینجا تا اینجا؟ نه. چرا؟ خب مگه این دی متر نبود؟ خب این الان 1/3 دیه. آره این 2/3 دیه. گرفتین چی شد؟ آها از این نظر. آره هنوز با هم فامیلن. پس یعنی شما تناسبات رو حفظ کردی کماف سابق. گرفتین چی شد؟
گوش بدم چی؟ نه هنوز نخوبه. من یه دقیقه اینو خاموش کنم. این چی میگم؟ یعنی شما وقتی اومد بعد بچه دره فامیله یا نه؟ آره دی به اضافه 1/3 دیه فامیل ایناست. بعد میای میگی ببین میای پنجره رو من میخوام یه ذره ارتفاعش بیشتر بشه. میگم ببین این بالا خطاشون خوبه الاینمنت دارن، میخوای ارتفاعش بیشتر کنی، میخوای برات اینجا رو نصفش کنم اینجوری این پنجره رو بزرگش کنی؟ میگم آره بد نیست. بچه‌ها فامیلن با هم دیگه؟ بله هنوز با هم فامیلن. میگم میخوای رو خط آسمانش مانور بدی؟ میگه آره باحاله. میگم میخوای از این حساب کنیم تا اینجا چقدر بیام بالا؟ اندازه یه دونه از این مدولای ارتفاع زیاده نصفش کن. مثلا این اومدی نکن یه اندازه اینه ببین این اومدم اینجا 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 میگی زیاده کمه؟ میگم زیاده نصفش کن. نه نمیخوام دیگه اونقدر کمش کن، میگم اشکال نه 1/3 کن چون از همون مدول شکل گرفته دیگه همشون با هم دیگه فامیلن. میگم 1/3 از اون دیه که اومدی برگرد. میبینی؟ چند اومدیم یا از دید اومدیم؟ من 1/3 اومدم بالا دیدم زیاده، دوباره این اچه رو 3 قسمتیش کردم، یکی از 1/3 کم کردم. پس من هنوز با هم فامیلن اینجا. شما اچی، شما 2/3 اچی، شما هنوز اینجا اچی، اینجام اچی. الان اینجا این 1/2 اچه، اینم 1/2 اچه، این اچه، این اچه. گرفتین چی شد؟ حالا با خودم اینجوری میکنم، میگم ببین من اینجا یه ذره داره اذیتم میکنه، بیا نصفی. حالا شد میگم انقدر بیا. میگم ببین من نمیخوام اینجا یهو قطع بشه، میگم دوست داری بیای اندازه این بیای بالا با این الاینمنت بشه؟ میگم آره ولی نمیخوام اینقدر دراز بشه. میگم خب اینو نصف کن. شد انقدر. میگم نه زیاده، میگم دوباره نصف کن میشه 1/4 دی. گرفتین چی شد؟ بچه‌ها وقتی شما تناسبات یاد میگیرید از رو تناسبات داره ترکیب بندی اتفاق میفته. حالا من اگر بخوام اینو ترجمه کنم میگم آقا تو اینو داری، اینو داری که میتونه این بیاد پایین، میگه پنجره هر داره تحت شعاع، میگم اشکال نداره پنجره بیا نصفش کن، فریم پنجره‌تو بنداز، اینم بیار اینجا، اینم بیار این قسمت. ازاره رو تو کجا دوست داری بیای خط اینو بگیر؟ ازاره دوست داری بیای نصفش کنی، نصف اینو بگیر ازاره. یه بند سیمانی هم بنداز اینجا، اینو بیا فعلا اینجوریش کن. بچه‌ها من از هیچی چی درست کردم؟ از هیچی یه چیزی درست کردم. چرا کن؟ رنگ بزنم روش ببین چی در میاد از توش. فقط کافیه این ازارش هم تازه رنگش پررنگ‌تر میکنم. فقط کافیه من بیام این چیزی که درست کردم اینجا رو یه ذره جلو عقبش بکنم که بهتون یاد میدم چی رو ببرید جلوی بیارید عقب. این جز درسمونه. چی رو تو خط آسمون ببرید بالا، چی رو بیارید پایین. این حساب داره. این کار رو انجام بدی و از هیچی چی درست کنی؟ یه چیزی. گرفتیم؟ پس تناسبات یادتون بهت میگفتم موضوع بسیار سختیه، سهل و ممتنع. از هیچی یه چیزی درست کردن اینجوری که الان گفتم. بعد نگاه میکنی میگی خدا این کاری نکرده ولی چقدر خوشگل شده. ببین دیگه یه دونه در و پنجره در آوردیم توش دیگه. بعد مثلا اینجا میگم دیگه ببین یه ذره اذیت میکنه، این پنجره قول بدیم و کاری نداره اینو حذف کنم چون ما به ازاش اینم آوردم اینجا دارم دیگه. آره سخته، به ظاهر راحته، درکش آدم اون مرحله درک رو رد بکنه بعد میبینه چقدر
موضوعات واضح و اوکی میشه. این بچه ها معنی تناسباته که منجر به چی داره میشه؟ منجر به ترکیب بندی داره میشه. اینجا معنی ترکیب بندی و تناسبات خودشون نمایش میده. حالا اینکه کدوم بزنه بیرون، کدوم بره تو، کجا چه متریال بزن، بچه اینا هم همش درس داره، یعنی راه داره. شما وقتی بهتون نما میدن میتونی یه الگوریتم رو طی بکنی و احتمال اینکه موفق بشی بالای 70%. بچه بالای 70% یعنی موفقیت تمام کمال. از اون شلب شلوپ ابتدای جلسه رو داشته باشی با 70% احتمال موفقیت. چقدر تفاوت میکنه؟ یه ذره دو ذره نیست. و جالبیش بینی که تقریبا رو هر پروژه‌ای در میاد این کار. یکی از بهترین معمارایی که به نظر من نمای آپارتمانی الان درست میکنه رو آپارتمان‌های صاف، به نظر من آقای نیکبخت، که من خیلی از ایشون مثال میزنم تو این کلاس. بچه آقای نیکبخت از این روش که من میگم استفاده میکنه. پروژه زشت نمیبینی تو کار مسکونی نیکبخت، واقعا نمیبینی. پروژه بدریخت، بد تناسب تو کارهای نیکبخت نمیبینید. خواهم بهتون یاد بدم که ایشون از چه روش استفاده میکنه. از روش تناسباتش این روشی که میگم. و جالبش به اینه که حتی متریال دهی و حجم دهیش هم اون روشی که بعدم بهتون یاد میدم. گرفتین چی شد؟ بچه 5 دقیقه میخوام یه به اصطلاح بریک استراتژیک بدم، برمیگردیم مجددا و میخوام حالا اینو اعمال کنم روی یه ساختمون غیر منتظره، یعنی یه ساختمونی که زیر ساختش تناسب نداره. حالا من میخوام زیر ساخت بدون تناسب متناسبش کنم. بریم ببینیم چی کار میشه کرد. حله؟ زنده بود. بریم 5 دقیقه استراتژیک کانترکت بدم، برمیگردیم. اینکه میخوام بگم بله حتما انشالله. این نکته‌ای که الان دارم میگم همون پیرو هم حرفی که الان با هم زدیم این معنی میده. یعنی چی؟ یعنی قرار دادن یک نظم بر بستر بی‌نظم. ما تو زندگیمون همیشه با یه چیزایی مواجهیم که ما نقشه توش نداشتیم ظاهرا. یعنی ما تعریف نکردیم که این اتفاق اینجوری بیفته یا نیفته. دست ما نبوده کجا به دنیا بیایم، دست ما نبوده که کیو ببینیم ظاهرا، ولی باشون مواجه شدیم دیگه. بالاخره اینم جزء ساختمونایی که ما درستش نکردیم، یکی دیگه درست کردی، قسمت ما شده. ولی ما باید با این ساختمونی که ظاهرا هم کج کله هست برخورد خوبی بکنیم، برخورد صحیحی انجام بدیم. بریم ببینیم که با این ساختمونه چیکار میشه کرد. اینجا رو نگاه کن. الان داری زد. بله داری زد میشه. بله زنده با گوشتم اصلا ببینمش. بچه اینجا رو نگاه کن. یه پوستی بندازم روش. میخوام شروع کنم. وقتی دارین این کار رو انجام میدیم بیا بگو اوکی آقا من که در شکل گیری آکس این ستون و این ستون که نقشی نداشتم، که من تعریف نکردم مثلا فاصله بین 8 متر و 10 سانت باشه یا مثلا 7 متر و 45 سانت. من هیچ نقشی توی این موضوع نداشتم. میگم اشکال نداره، از اینجا به بعدش که نقش داری. میگیم آره. میگیم خب بیا یه کاری کنیم. نظرت چیه تو هیچ ایده‌ای هم نداری برای کارت، خالی صفر هیچ. میگم بیا یه کاری کنیم، بیا بسم الله شروع کنیم با هم دیگه. هم تمرین انگشت است، تمرینه. میگم ببین بیا 3 قسمتش کن، هر کدوم از اینا رو جداگونه در نظر بگیر، اینا رو بیار پایین اینجوری. میگیم خب قبوله. حالا نظرت چیه که یه سری پنجره قرار بدیم اینجا؟ بالاخره مثلا این یه سالن پذیرایی دیگه، مثلا این آشپزخونه یا اتاق خوابه، یه سری پنجره روش قرار بدیم. میگیم باش بیا پنجره هم برات میذارم، اینا رو کم رنگش کنم پوستی. بریم میخوام اتودهای مختلف رو روش پیاده کنیم. میگم ببین بیا ارتفاعش هر کدومو کف تا کف میگیرم، مثلا 3 قسمتش هم میکنم،
میگم بیا یه پنجره انقدری بزنیم روش. بعد من میگم فلانی احساس نکنی یه ذره پنجره معذبه، مثلا یه سالن انقدر این چیه براش؟ تو میگه کوره است مثلا یه دونه در گذاشتی براش. این راست میگه، یه ذره ناجوره. میگیم بیا ارتفاعشو بیشتر کن. چقدر؟ اصلا بیا تا پایین، خوبه قدیش کن. میگم ببین مثلا اینو میگم نه این یکی ارتفاعش خوبه، مثلا میخوام اینجا چه میدونم یه چیزی بچسبونم میزی. میگم ببین ولی برای اینکه اثرات کارمون از بین نره این خطه رو پاک نکن، این خطه رو بکن فریم شیشت، فریم پنجرت. میگیم قبوله. بعد میگم فلانی یه ذره من میخوام پنجره وسیع‌تر باشه، چی براش درست کردی؟ میگم ببین بیا از این ستون تا اینجا رو نصف کن، از این ستون تا اینجا رو نصف کن، همینجور. چه پنجره‌ای درست شد؟ بچه‌ها این پنجره انگار برای این دهنه اصلا ساخته شده. یعنی یه پنجره‌ایه که این فضای از اینجا تا اینجاش انقدر از انقدر یک پنجم است. حالا تو بیا داخل ستون رو مثلا حساب کن، میشه یک دوم از یک سوم این دهنه. این یکی هم بیا دوباره همین کار کن، نصف این. میگی چه باحال شد. این پنجره که تو دهنه سمت چپه کیپ افتاده این تو، این یکی پنجره که تو این دهنه نازک‌تره چه متناسب با هم دیگه جمع شدن. کی برای اینا تعریف کرده که چجوری اینا با هم دیگه جمع شدن؟ میگم حالا فعلا علل حساب اینو داشته باش تا بعد بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بعد میگم که ببین نظرت چیه که حالا بریم سراغ خط آسمانش؟ اینا واجبه ها. میگم بیا یه یک سوم از این بده اینجا. اینا یک سوم این ارتفاعه. بعد میگم که ببین بچه اینا حساب داره کی بره بالا کی بیاد پایین. بهتون میگم جلسات بعدی، نمیخوام شلوغش کنم، الان وقتمون هم تقریبا به اتمام رسیده، نمیخوام شلوغ کنم حرفا رو. اینکه کیو ببری بالا، کدومو حجم بدی، راجع به این توضیح میدم. یکی از مهمترین درسای طراحی. شما به این روش تئوریزه میکنی طراحی تو، این خیلی جذابه. یعنی وقتی میکشی میبینی که چقدر میخونه با کار. بعد میگه این خط آسمان، میگم ببین اینجا که نمیتونه لخت بشه، بالاخره این لبه برگردون رطوبتی که داره. میگم اشکال نداره بیا یک سوم اینو یه برگردون بهش بده، مثلا بیا اینجا. میگم تر رو نمیبندی؟ میگم چرا، بعدا یه قسمتی از اینم این تر رو میبندم باهاش. جذاب شد، باحال شد. میگم ببین نظرت چیه مثلا این پنجره رو تا نصف این آکس وسط رو اینجوری بیاری بالا؟ جالب شد، تمرکزی ایجاد کرد. و جالبش اینه که الان معلومه رئیس کیه. رئیس الان این دهنه بزرگتر است، درسته؟ میگیم آقا این باحاله، اینو بیار پایین. بچه‌ها حالا این نگاه رو، این مدل نگاه به طراحی رو مقایسه بکنید با این کار. الان براتون معنی میده. الان میتونید خیلی براش تعریف معینی پیدا بکنید با این کار. هرچی دهنه جواب میداد بریم؟ نه، کنیز هرچی دهنه جواب میده بریم. میخوام ورودی بگیرم، ورودی مثلا پیاده. میگیم آقا ورودی پیاده از این آکسه، نظرت چیه بیام رو یک سوم اینجا ورودی پیاده رو بگیرم؟ بچه اینا استارت کاره. یعنی تو پنجره ها مثلا ما گیر و گور عرض خیلی نداریم، ولی مثلا از نظر ارتفاعی وقتی مثلا من اینو توی اسکیس توی مدل اولیه تو ماکتم تعیین کردم، بعدش مثلا میگم آقا تمام اینا از کف مثلا 220 باشه. بعداً خط تعریف میکنم. بعد که 220 شدم مثلا از اینجا تا اینجا یه عددی بود، هرچی از اینجا تا اینجا عدد بود من میرورشم اینور میندازم. یعنی شکل تناسبات دوباره میره تحت یه الگوی دیگه.
یه چیزی الان ما نقشه معماری بوده و توجیش درمانی رو اون داریم مثلا نما میزنیم. خب معمار اندازه پنجره رو مشخص کرده. ما تو طراحی نما فقط ستونها و کف و پنجره، راجع به اینم توضیح میدم. ما توی طراحی نما، این جلسه بعدی توضیح میدم، ما تو طراحی نما یه چیزهاییمون ثابته، یه چیزهایی متغیره. ما ثابت ها رو باید نگه داریم و نحوه برخورد، یعنی مدول هایی که تولید میشه اصلا از اون ثابت ها میاد. بعد تو جلسه بعدی بهتون اینو یاد میدم که اینا الان ما رو 3 تا ستون تعریف کردیم مدول هامونو، ما عوامل فیکس بیشتری روی این دهنه ها اتفاق میفته و اونا بیشتر ما رو گیر میندازه. حالا اینکه چجوری ما بیایم روی اینا کار بکنیم، اینم دوباره تمرین داره، یعنی روش تمرین میکنیم و کلی میتونیم کارهای جذاب باحال انجام بدیم. حالا فرض کنید من میخوام مثلا پنجره ها رو الان این میگم آقا همینو بریم پایین، میگم نه دلیل نداره همینو بریم پایین. شما میتونید بیاید تو این ساختمون دفعه بعد تو طبقه بعدی فرض کن این تاجر رو ندیم که یه ذره تم کلاسیک پیدا نکنه. من دفعه بعد میام بچه‌ها امتداد اینو میگیرم، ارتفاع اینم میگیرم، یه پنجره اینجا میدم، یه پنجرم اینجا میدم. چی شد؟ بچه‌ها این بار به جای اینکه اون شاه، اون رئیس این وسط شفاف بشه، این وسط صلب شد، ولی راست و چپ باز با هم برابر. همینم ادامه میدم. این منجر به چی میشه؟ ریاست تمام و کمال طبقه بالا. و جالبیش به اینه 3 تا پایین همفاز، رأس چی شد؟ جدا بزرگ. میگی فلانی نه من میخوام میگم اوکی میخوام متفاوت کنی، باشه بیا اینو مثلا بیا اینجوری کن، ببین از حالت چیزم درش میاد، نصف اینم بگی بیا بده به این. داریم بازی میکنیم، مهمی چه بازی، ولی بازی داریم انجام میدیم. بچه‌ها یه نکته خیلی مهمیه، ما داریم روی یک ساخت، ببین چقدر روی حرف تاکید میکنم. تو ویلا راجع به این موضوع مفصل صحبت میکنم تو دوره ویلا. این بحث بسیار تکنیکیه که این حرفا اگر یاد بگیرید خیلی موضوع متفاوت میشه. بچه‌ها کار کردن در یک ساختار قرینه به صورت غیر قرینه، این رمز ترکیب بندی در معماری اجراییه. علتی که ملت میرن تو اجرا هچل هفت میزنن برای اینکه نمیفهمن که ساختار سازه باید یک ساختار قرینه باشه، ولی ساختار معماری میتواند غیر قرینه باشد در بستر یک ساختار قرینه. این بسیار حیاتی این مطلب. اوکی؟ پس ما به این واسطه بچه‌ها از هیچی داریم یه چیزی درست می‌کنیم. دقت کنید ما الان تو این پروژه در رابطه با چیزام صحبت نکردیم، مثلا مساله صحبت نکردیم. حالا مثلا شما فکر کن اینجا من بیام هی اصرار کنم که ال و یو و آرک و اینا در بیارم. بچه‌ها این شباهت به اون پروژه عمودیه نمی‌بینی؟ اینجا نکن، خوب توجه کنید اینجا ببین. اگر من بیام این کارو بکنم، مثلا من یه ذره قلممو درشت‌تر کنم، فرض کنید بعد اینا رو بندازم مثلا تو قسمت بندیای مثلا تقسیمات فردم، این بعد نصف اینا بگیرم، نصف مثلا این فضا اینجوری بگیرم بچه‌ها، اینو میارم تو طبقه اول، اینو بکنم صلب. چرا؟ چون پروژه مجبورم کرده صلبش کنم. بچه‌ها احیانا اون ترکیب بندیه که با هم دیگه صحبت کردیم خوشگل بود، گفتم آقا این اولی عمودیه که نشون دادم شبیه اون نیست. الان شما متوجه میشید که چرا اون این کارو کرده و چرا خوشگل شد، چرا خوشتون اومده ازش. احیانا این اون نیست. حالا فکر کن این مدول اگه ادامه میداد میشد همین کاری که من کردم، اینو گرفت من این برو پیاده کردم، خالی کردم شد این. اینا دقت کردین کجا اومد؟ از هیچی چی اومد؟ آسون بود. حالا این ادامه داره، متریالش رو چی انتخاب کن.
اگه اینو یاد گرفتیم بقیه هم یاد میگیرید. یعنی متریالش چجوری انتخاب بشه، فرمش چجوری در بیاد، چی رو چی کجا سایه بندازه، بافت چجوری روش قرار بگیره. بعد نگاه می‌کنی واو عجب پروژه های خوش ترکیبی داره از توش در میاد. کلکش اینجوریه. ما جلسات بعدی میریم روی این فضا، بعد اینا رو اجرایش میکنیم، قانون در میاریم، یعنی بر مبنای قانون مقدار پیشروی‌ها کی به کی دید داشته باشه، کی نداشته باشه، با همسایه چجوری عمل میکنیم، بچه چجوری براش دیتیل اجرایی در میاریم. این هم جزء مباحثیه که روش صحبت میکنیم. دیتیل اجرایی بار سکشن چجوری در میاریم. الان اینو کشیدیم چجوری اجراش کنیم. این خیلی مطلب مهمیه. چجوری نقشه بدیم سر ساختمون. و باز هم سر این کلاس در رابطه با مسائل حقوقیش صحبت اون جلسه آخر راجع به قرارداد نویسی، صورت جلسه کردن، چه مدرکی رو بفرستیم، کجا بفرستیم، چجوری پول بگیریم، اینا هم راجبش صحبت میکنیم. سوال داری؟ میزون؟ آسون بود؟ ای جذاب، ولی متفاوته در اصل. جانم بگی، صداتون وصل کردیم. احمد بگو. میگم در ظاهر خیلی به نظر الان یه مسیریه که خیلی روشنه، ولی الان نمیدونم موقعی که خودمون میخوایم طراحی کنیم باید اجراش بکنید. این جلسه من بهتون یه سازه میدم تکلیفتون. جلسه بعدی برای من یه همچین ترکیب بندیایی در بیارید. آره این خیلی خوبه. آره. مشق بهتون میدم، هم پیچیده باشه و در عین حال ببین شما الان پشت صحنه‌شو فهمیدین چه اتفاقی میفته. چی میشه که اون معماره میفهمه که باید این شکلی درش بیاره. اینو شما متوجه شدین. خیلی جونم. شما توی همون مثالی که خودتون طراحی کردین، خب دهنه سمت چپی گفتین که از سمت راستی بزرگتره. این خودش تناسبات رو به هم نمیریزه کلا؟ دیگه این همون نکته‌ای بود که گفتم ما میخوایم یاد بگیریم که چجوری روی یه چیز بی تناسبات پیاده کنیم. شما الان ببینید من روی یه چیز بی تناسب کار کردم، ولی شما وقتی نگاه میکنی میبینی که درسته که ساختار تناسب نداشت ولی در مجموع متناسب شده. این خیلی موفقه. منظورم این بود که سمت راستی الان تناسب خودشو داره، سمت چپی هم تناسب خودشو داره، ولی با هم دیگه کار میکنن. اینش جالبه. این همیشه همینطوری پس درست میشه. اگر این کاری که من میگم رو انجام بدین بله. بعد نیاز به تجربه و تمرین داره. یعنی شما این کاری که من انجام دادم، من الان تصمیم گرفتم، ببین من شلوغ نمیکنم کارو. من از این نبردم تو دل اون، از اون بیارم تو دل این. چرا؟ بر مبنای تجربه است. بی خودی اینا رو قاطی نمی‌کنم. حالا هر چی شما بیشتر کار بکنید، برای من بیارید، من روش خط بکشم، شما تجربتون افزایش پیدا می‌کنه. گرفتین چی شد؟ نکته مهمی. تمرین میدم بهتون. یه ساختمان بهتون میدم همینجوری. یه اندازه‌ای، یه پرینت می‌گیرین، روش پوستی میندازین. بعد پوستیاتون بچه‌ها آنلاین که عکس می‌گیرین، جلسه بعدی تو تلگرام فقط به صورت عکس، نمیخواد پی دی افش کنین، نمیخواد فایل بفرستین. یه عکس ساده. عکس ازش می‌گیرین، می‌فرستین تو گروه تلگرام، من براتون کارشون می‌کنم. بچه‌ها حضوری هم که همینجا کارشون می‌بینم. بچه حضوری. اوکی؟ اینم از این. حله؟ تمام. مشقتون هم گفتم بهتون. اوکی؟ اینم از این. بچه‌ها جلسه بعدی سلامت باشین. به همچنین جلسه بعدی ممکنه که همین یک شنبه باشه. حالا پنج شنبه رو فعلا مطرح کردیم ولی هنوز تصویب نشده. پیش‌فرضمون اینی که یه شنبه هفته آینده بچه‌ها احتمالاً ساعت 2:30 یه رو به 3 تو این عددا شروع میشه. یعنی 2 شروع نمیشه، 2:30 یه رو به 3 شروع میشه تا همین 5:30. آره امروز گفته بودن. نه میخوام منظور این فیکسش کنم ساعتشو. اینم از این. اوکی سوالی هست؟ من پاسخ بدم. یه بار دیگه تکلیف جلسه بعد چی بود؟ ببین من بهتون بهادر همینجوری یه دونه براتون اینجوری چیز میکشم، اسکلت میکشم، ستون میذارم توش. برای من ترکیب بندی در میارید. ابعاد اندازه هم بهتون نمیدم که درگیر ابعاد اندازه بشین. تناسباتشو در بیارید. بعد استاد یه چیز دیگه شما گفتید دیتیل‌های اجرایی به ما میدین و اینا، همون منظور شاسی کشی نما اینا که چجوری جداره نما. آره هم شاسی کشیش، فلاشینگ، نمیدونم اتصال، اینا خیلی فلاور باکس،
اینها رو تو خیلی یاد میدم. آره انشالله. ممنون از شما. زنده باشین. انشالله میبینیمتون تا یک شنبه هفته آینده. اوکی؟ به امید دیدار. خدا نگهدارتون باشه. خسته نباشید. خداحافظ باشین. خداحافظتون باشه.